مثلا سیستم بازی چجوریه؟ ما دهه‌های مختلف داریم، درسته؟ دهه 70، دهه 80، دهه 70، دهه 80 و دهه 90 به بعد. خب بین 1 تا 6 از هر کدومتون میپرسم یا هم براتون رندوم پلی میشه بر اساس اون چویسی که داشتیم. بهتون میگم چه آهنگی سعیمو میکنم کمک بکنم بهتون. 2 بیتشو باید بخونید. هر بیت چند امتیاز؟ 5 امتیاز. 2 بیتشو کامل بخونید میشه 10 امتیاز. بسیار عالی. و دوستانی که نشستین ازتون یه خواهش فقط دارم، این که نرسونین خواهشم. من بشنوم امتیاز اون وقت چیز میشه، داستان میشه، بد میشه، همه ناراحت میشن. بسیار عالی. حاضرین؟ بله، خانم اصل اسمانا معرفی کردم. بسیار عالی. از کی شروع کنیم؟ از شما شروع میکنیم. پس بین دهه 70، 80 یا 90 بین 1 تا 6 شما یه عدد و یه دهه انتخاب کنید. 75. دهه 70 آهنگ شماره 5 رو اگه براشون بذاریم. من الان اون برشون بسیار عالی. 10 امتیاز برای خانم اصل. درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوب. خانم سحر، شما از بین دهه 70، 80، 90 به بعد 75 رو نمیتونی انتخاب کنی چون ایشون آلدوی انتخاب کرده. 88. دهه 4 دهه 80 شور. دهه 80 آهنگ شماره 4 اگه پیدا نه ببین، برات 2 تا بیتی که قبلش خون رو میخونم، کمکت میکنم کلا. اوکی. میگه سر به زیبای شمعان شرمنده شد از دیدنت، دل پروانه میلرزه موقع رقصیدنت. حالا بعدش چی میشه؟ چیش؟ نه دیگه. ببین این نکته انحرافیه. چی نزدیکه ولی چی شرمنده میشه؟ اینو به من بگو. ببین اینجوری نمیشه. بیت بعدش رو میدونی؟ اصلا نمیدونی. میخوای یه بار دیگه بهت بزنم کمکی بهت میکنه یا واقعا این آهنگ نه پایینی نیست. نه اختیار داریم. اشکال نداره. این یادشون نمیاد. شوخی میکنم. گل باغ یاسمن شرمنده شد از دیدنت. پروانے
چجوری باید بده؟ نمیشه بده. 5 امتیاز میدم. اوکی؟ 5 یعنی یه بیتش رو انگار خوندی. تشویقشون باید لطفا. خب الان که شما اینجوری گفتی ببین ما 3 راند قرار بازی کنیم. خب امتیازیه. هر کی امتیازش نشه. اگه تای شد، اگه مساوی شدیم میدیم راند 4 یه حذفیه. ما که داریم. آقای علیرضا گل، شما بین دهه 70 80 90 به بعد 75 رو نمیتونید بگید، 84 رو نمیتونید بگید. درست دارم میگم؟ بسیار عالی. شما انتخابتون چیه؟ والا انقدر سخت بود فکر کنم همش فرقی نکنه. 81 مثلا. 81. آقا سوال واقعا سخت بوده؟ 81 رو گفتیم؟ اوکی. 80 آهنگ شماره 1 رو اگه باید آسه برو آسه بیا، آروم و آهسته بیا. بیت آخرش رو میتونی بگی یا نمیتونی بگی؟ میگه آسه برو آسه بیا، آروم و آهسته بیا، بعد چی؟ هر برای کسی؟ نه اوکی 5 امتیاز برایشون. 5 امتیاز برایشون. دست بزن. خیلی خوب. دوستانی که بالایی اوکی. سعی کنید نرسونید. من تا جایی که میتونم کمک میکنم، ولی سعی کنید، خواهش میکنم که نرسونید. خیلی خوب. پس خانم عسل 10 امتیاز، خانم سحر 5 امتیاز، آقا علیرضا 5 امتیاز. راند 1. یه دسته دیگه براشون بزن لطفا. خیلی خوب خانم عسل. پس الان دوباره همین چیزا هست، همین تکرار میشه. بله 70 میتونی انتخاب کنی، فقط شمارش رو دیگه چیز کنی. 70 انتخاب کردی شما. خب 80 پس 80 یا 90 به بعد یه عدد باید بگیم، بعد چک کنیم داریم یا نداریم. 83 داریم. 83. به به. امیدوارم که این آهنگ رو دوست داشته باشید و خاطراتی که تو PNC این پخش میشه من فکر می‌کنم. سعید مدرس کنیم یا نه؟ دیگه دستان از این که هست تنها ترم میشه. دروغ بگو بازم من باورم میشه. چه بی هوا میره عطر تو از دستم. بابوی عطر تو
قافیه خیلی خوبی گفتیم، واقعا عالی بود، ولی صدا نمیاد. خب یه بار دیگه میخواد تو بکنی براشون؟ چی من؟ اجازه میدی؟ بستگی داره، بستگی. بابوی عصره تو من خیلی مستم. خیلی مستم. ببین واقعا سخته بخوام چیز کنم، ولی من یه جایی کمک خوب میکنم. این دفعه چیز کنید، ولی میکروفون رو بعدم رسید میتونید با اون صحبت کنید. متاسفانه امتیازی نمیگیرم، ولی تشویقشون کنید بخاطر اینکه بیت خیلی خوبی سرایی میدن واقعا. بسیار عالی. شما دهه 80 انتخاب کردید درسته؟ پس دیگه دهه 80 نمیتونید انتخاب کنید، بعد 90 به بعد باشه یا 70 باشه. 92 رو انتخاب کردم. 92 همه چی آروم 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 رو هم خود اقلم از سرم با همه چی توی لحظه اینو میگی لحظه همه چی آروم 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 رو هم خود اقلم از سرم با همه چی رو یه خنده جونم جونش بنده بگوشی مثل نامو تو میکنه سر تو دعوا میکنه با هر جا بری پشتت میاد با سر تو با میکنه با یه دست پس میزنی بابا ای بابا بابا ما یه تیم بیایم بالا. شرمنده نمیشه دیگه. متاسفانه با دست پس میکشی. دیگه چرا با دست پس میزنی؟ پس چی؟ آها خب چی با پا چی؟ با پا چی کار می‌کنی؟ پس میزنی. با دست پس میزنی، با پا هم پس میزنی. با پا پیش میکشی. نه ببین با دست پس میزنی یا با پا پیش الان با کدوم چی کار می‌کنی؟ با دست پس میزنی. با دست پس میزنی. خب با پا پیش میکشی. خب بعد خیلی 3 تا کلمه گفتی به من. و شهر رو با آتیش میکشی. خیلی خوب باشه، اشکال نداره. ببین 2 تا میلیون اشکال نداره. یه دونه به دست. نه من یه بار دیگه بگو. بیا این برنامه خب شما برای بینندگاه بکن. با پا پیش میکشی، شهر رو با آتیش میکشی. ولی نه دیگه قربون شما قابل نداره. 5 شهر بیشتر نمیشه. اشکال نداره. این از برشون بزن. داری شهر رو با آتیش میکشی جون سلامو تو تا میکنه سر تو دعوا میکنه هر جا بری پشتت میاد با سر تو با میکنه. خیلی خوب آقای علیرضا، ببین رسوندی الان دیگه من نمیتونم کمکت کنم. ببین من میبینم خیلی خوب جنگ رو شروع کردیم. نمیشه یه دونه آسون به ما داداش به خودم همشون آسون بود. خیلی خوب شما دهه چند انتخاب کردید دو دفعه پیش؟ 80 و همین یه دونه انتخاب کردید؟ خب پس 80 دیگه نمیتونید انتخاب کنید. 70 با 90 یه عدد بگو ببینیم داری بینیم. 70 چی؟ یه نه آسون 4 میخوای جعبه شماره 4 رو ازت بگیریم 300 تومن بدیم 3 رو بگیریم. اینم میگیم
از سر تا پای اون عشق و صفا میباره. الان آسون بود. اندیو همه بلدن دیگه. خب پس راند 2 شد. شما متاسفانه امتیازی نگرفتین. شما 5 امتیاز، شما هم 10 امتیاز. درسته؟ پس جمع هر کدومشون شد چند امتیازها رو با هم بگیم؟ 10 15. خیلی خوب باشه. پس میریم به راند 3. ببینید هیچ کدومتون مساوی نیستی. این راند تعیین کننده است. انتخابای خوبی سعی کنید بکنید. شما کدوم 10 رو دیگه نگفتی؟ 80 رو؟ 90 رو نگفتی؟ آخ. اشکال نداره. پس 10 90 شما انتخاب کن. انتخابتون چیه؟ 95. بذار یه لحظه وایسا. نه وایسا. 95. نه خوب اوکی. بذار 95 رو گرفت. شهاب تیام بی حاشیه. دیگه بلد دارشیم بریم. شما چه دهی مونده ازتون؟ 70 مونده پس. چند مونده؟ 90؟ 70. 70؟ آره 70. اوکی. 70 شماره چند؟ شماره 5 رو گفتم. 70 شماره چند؟ 6. اوکی. بریم. 6 بریم. آفتاب بای بلک کت. کارون چیه که دنبال چیشیم ما؟ رود کارون. خب رود کارون چی داره؟ ساحل کارون. خوبه. خب پس همه هم داشته هست. الان میگه احوال جونکم باده عشق شهر عاشقاست، عاشق از قلب بهشته. چی گفتم؟ شما فقط چیچی کارون الان من بهش عرض می‌کنم. ساحل کارون. درسته. بیا اینجا. شما برو اونجا.
حالا من چی؟ من چی بگم؟ خب چیچی و خب ساحل ما. خب آقا الان من چی کار کنیم؟ صفر امتیاز 5 امتیاز یه امتیاز نمیتونیم بدیم رقصیدنشون این کمکتون میخواد 5 کنیم 5 کنیم اوکی 5 میکنیم دوستان آقای علیرضا ببین آقای علیرضا ببین من یادم نمونه الان چی؟ آره یه بیت کامل نگفت ولی یه نصفه گفت با یه بر میشه یه بیت 5 آقای علیرضا ببین راند آخره خواهش میکنم شیطنت نکن خواهش میکنم خیلی خوب بریم وسطا شما فاصله بگیرید از هم دیگه قشنگ بریم اونور قشنگ با اختلاف رسیدن دوستان غیر اگه بدنشون امتیاز میگیرن غیر بده تقلب نکن خیلی خوب شما الان چه دقیقه از اکنون بده؟ از علیرضا چه دقیقه بده؟ دهه 90 کدوم هم هست؟ 90 یک رفته هرچه قبل 91 نرفته 91 امیدوارم که شنیده باشید یه نه آسون بودیم والله آسون که نمیدونم جان چی؟ منو نگاه کن جان چی؟ با تو آها با تو صد تا خرابم اوکی برو من قبلشو بخونم شاید یه فاز فکری بهت بده با خرابانه کار نداره با میگه جان شدی شیرین به تو دل دارم شیرین و چی بعد چی و جان بعد چی آقا نگو با تو بی تو فرهاد مجنونم او مای گاد همین دیگه علیرضا قایده آخه دهه 70 این آخه همینو بگم 90 گوش ندارم شرق انده دیگه 70 آخه نمیدونم امتیاز چی؟ غیر نداره چطور میدار؟ 5 امتیاز تمام خیلی خوب دوستان گل امتیازها رو چه ترتیب شد؟ ترتیب؟ اوه خانم اصل 20 امتیاز خانم سهر 15 امتیاز آقا علیرضا 20 امتیاز درسته؟ رسیدیم به راند 3 بازی که امتیاز بیس بود یه راند دیگه داریم من هیچ کمکی نمی کنم و الانم کمک نمیده
شما دو تا کلمه گفتی من نصف امتیازو بهت دادم. به من کار باید نکردی. نه به شما پایین میدم چون داری تقلب میرسونی. غیرم نداری ببین. من یادم میمونه. ما متاسفانه باید با خانم سعد خداحافظی کنیم. خیلی ممنون که شرکت کردید. خیلی خواهش می‌کنم واسه. دوستان الان میرسیم به راند بونسیم. میرسیم به راند بونس. شما حق انتخاب نداری. آهنگا هم سخته و شما فکر کردین که اینا سخت بود، اینا رو کشیدید. ببین آره سخت اشتباهی. خیلی خوب برای خانم اصل پس یه بونس براشون پلی کنیم. دوستان اوکی قبل از اینکه شروع کنیم نه اگه به آقای علیرضا اگه برقصیم، اگه شما برقصیم امتیاز میدیم. یعنی یه رو دیدیم نگفتیم ولی رقصیدی بازی رو بردیم 26 سفر رو دمه درمانی بشیم. اینا هم همه امکانش هست. قبوله؟ نه باور راه دیگه نداریم دیگه هست. خیلی خوب برای خانم اصل اولین بونس رو براشون پلی کنیم. خیلی خوب خانم اصل امروز کامل این بخش گرفتیم. آقای علیرضا آهنگ قدیمی بود. آهنگ قدیمی برای دارم آقای علیرضا واقعا بلد نیستی؟ فقط آی نیلوفر رو بلد نیستی؟ آی نیلوفر خب نمیتونه ولی میخوای الان دو بیت قبلش رو بهت بگیم میتونی یا نه فقط ما آی شاید دم دست هست؟ خب
میکنن چی؟ من در کوه صحرام، خب آی نیلوفر، من در کوه صحرام، خب مایکت آنه برده فکر کنم مایکت آفه. خب بفهم در کوه صحرا. من در کوه صحرا، تو در چی؟ در پی در پی صحرا؟ نه، در کوه صحرا در پی تو هم. در پی تو هم. خب درسته؟ دوستان چقدر شده؟ سالش رفت عاشقانه. شما بفهمید بالا خواهش میکنم تو رو خدا. در پی صحرا ببین کجا داره در بیتش در پی صحرا من نیلوفر کنم. در کوه صحرا رو داره. ببین یه ذره سخته به خاطر اینکه خانم عسل امتیاز کامل گرفته و همین دو بیت رو باید بخونید. خانم شما من برام شما بقیه‌اش رو میدونی؟ شما بقیه‌اش رو میدونی؟ آره میدونه. خیلی خوب. نه وایسا خیلی خوب. شما بس برامون شما خودتون معرفی کنید لطفا. من تناز هستم. ما که من قرد شده. خب آها داشتی نگاه میکردی. خب الان من دوباره تو از شما بپرسم بلدی؟ یه تیکش رو ببین. چی شد؟ بلکه بین سبز ای نو گل دیراشنه با من بیا یا من تو. شما نمیدونم چجوری داشتی کمک ایشون میگردی همه رو بقیه بدون چجوری یاری یه دست برشون بزن. خیلی ممنون که شرکت کردی. واقعا تا کمتر تقلب کن. خواهش می‌کنم. پس خانم عسل برنده شب یلداش شعر یادت نره خانم عسل هستن. یه دست خیلی قشنگ. اطلاعات شما رو اطلاعات ایشون هم داریم. بله اطلاعات شما رو هم داریم. انشاءالله ما بله جایزتون ارسال میشه. کلید و سند انگیله داره هم 26 رسیدیم. مراقب باشید. دست بزنید.